تصویری رو که می‌بینید اسب‌هایی رو نشون میده که یک انسانی رو در مسیر قرار دادند و این اسب‌ها سعی می‌کنند که از روی ایشون بپرن یا از کنارش رد بشن و بهش آسیبی نرسونند. حتی حیوانات هم بی‌دلیل به کسی آسیب نمی‌رسونند. جوامعی که بی‌دلیل به خصوص به خودشون و به موجوداتی که در اون سرزمین زندگی می‌کنن آسیب می‌رسونند کمترین موجودات هستند و از لحاظ ضریب هوشی شاید مثل پرتقال و کدو باشند. این هم یک موجودی است به نام ایرانی در سرزمینی به نام شلمغزستان زندگی میکنه و از ضریب هوشی بسیار بالای بهره منده. خودش ادعا میکنه که بسیار باشرفه و انسانیت رو در جهان ایشون اختراع کرده و پایه‌گذار تمام تمدن‌های بشری است. یکی از حرف‌هایی که این جانور بسیار در اون تبحر داره اینه که موجوداتی از فضا به نام دولت بر ایشون حاکم شدن و حق این رو خوردن. اگه حقش رو نمیخوردن ایشون سیارات منظومه شمسی رو فتح میکرد. این هم تصاویر جوانان برومند سرزمین خودگنده پندارستانه. این افراد که از تمدن کهن ایرانی خالکوبی رو به ارث بردند خودشون رو فرزندان کوروش و سلاطین باستان ایران میدونند و لیاقت بهترین زندگی ها رو برای خودشون محفوظ داشتند. در این جامعه به قدری ضریب هوش بالاست که برای انجام کارها اصلا نیازی به فکر کردن نیست. فکر کردن در آیین اکثر این جانوران فقط برای سوسول هاست. طور مثال شما وقتی میخواید از خیابون رد بشید اصلا لازم نیست به این فکر کنید که آیا اینجا محل عبور هست یا نه. یه پاتو میذاری جلوی اون پاتو، یا خودتو به ابوالفضل میسپری یا خودتو به کوروش کبیر میسپری. این جانوران اعتقاد دارن که یکی از پاکیزه ترین مردمان جهانند و کشورهای پیرامونشون مثل هند و پاکستان و بنگلادش رو کثیف و آلوده میپندارند. اعتقاد دارن که فقط یک هول کوچولو و یک پله کوتاه تا مقام خدایی بر زمین فاصله دارند. این رو هم قرار حاکمان جدیدشون که قرار به زودی از فضا وارد بکنند با یک آموزش کوچیک و فشرده دیگه حد اکثر 48 ساعته به اون مقام برسونند. ساکنان این سرزمین الهی اعتقاد دارند که یکی از با وجدان ترین و بهترین و تحصیل کرده ترین مردمان جهانم هستند و وقتی شما کار رو به یکیشون میسپاری اون کارو قشنگ برات در میارن. دقیقاً مثل اینجا که دقیقاً یک دونه شیر آتش نشانی رو از وسط رمپ معلولین در آوردن. این رو در هیچ نقطه دنیا شما نمیبینید. این فقط و فقط از وجدانهای بیدار و سوادهای فراوان حاصل شده. این مردم همچنین استعداد بسیار زیادی در سوار شدن بر ترندهای بین‌المللی دارند. از بیابانگردی و طبیعتگردی بگیر تا تزریق بوتاکس در باسن و لب و گونه ها. برای این مردم تبعیت از قوانین صف و حق تقدم سوسول بازی محسوب میشه. در عوض اونها از قانونی تبعیت میکنن به نام قانون سرزمین سوسکا. به این شکل که سوسکا به هیچ عنوان موجوداتی اجتماعی نیستند. اونا هر کاری که دلشون بخواد میکنند و به هر طرف که دلشون بخواد حرکت میکنند و بقیه جامعه تقریبا به پشمشونه. نکته جالبش اینه که این مردم اعتقاد دارن که متحدند و با همند.